چقدر خوشحالم امروز که اینجا در خدمت شما هستم. چقدر روز قشنگ و روز پربرکتی و چقدر اتفاقای قشنگی امروز افتاد. تنها چیزی که ما از خدا میخوایم در اصل، همیشه ما از خدا یک چیزایی رو میخوایم و این معجزه ها رو توی زندگیمون دیدیم. هیچ وقت ندیدیم که خدا دست رد به سینه ما بزنه. الان من در عین حالی که الان شروع کردم میخوام قبلا تشکر بکنم از برادر آرش، خواهر آیلین که این فرصت رو من میدن که من اینجا در خدمت شما باشم. و خیلی وقتا شما میبینید که دارید رانندگی میکنید، دارید تیک تاک نگاه میکنید، یه دفعه میبینید که این موعظه ها، این سرودا یه دفعه نگاه میکنید توی این تیک تاکی هستید. اینجا کلیسایی هست در دستنی، کلیسای فارسی زبانان. معجزه های بزرگی در این کلیسا دیده شده. اگر کسی، ما در مورد علم، در مورد دانش، در مورد خیلی چیزا میریم تحقیق میکنیم، خودمون رو پر میکنیم از تمام این، حتی میریم کار میکنیم، میریم پول در میاریم، پسنداز میکنیم و همه اینا برای اینکه بتونیم یک امنیتی توی زندگیمون داشته باشیم. ولی در زندگی لحظه هایی ما باهاش مواجه میشیم که دیگه پول قدرتش از دست میده. اعتمادی که به این یا به اون داریم میبینیم که دیگه قدرتش از دست میده. اونجا ما نیاز داریم به یک چیزی ماورای این زندگی که داریم. ما نیاز داریم ارتباطی برقرار بکنیم با اون کسی که در اصل ما رو خلق کرده، تبدیل بشیم به مخلوق و سعی بکنیم تا اونجا که میشه اونو بشناسیم توی زندگیمون، تا اونجا که میشه با اون ما بخوایم وصل بشیم. موقعی که یک همچی اتفاقی توی زندگی ما میفته، ما میبینیم که حتی نیاز برای این که چیزی ازش بخوایم، حتی این نیاز رو نداریم، به خاطر اینکه تبدیل میشیم به یه اتحاد با خالق خودمون. اصل قضیه این هستش. من یادم همیشه، من داستانهای زیادی توی زندگیم دارم، به خاطر اینکه توی سن خیلی کمی من از کشور اومدم بیرون، من مجبور بودم توی جاهای مختلف باشم و من یادمه در آمریکای لاتین بودم و یه آقای وکیلی که خیلی شخص محترم و خیلی واقعا قابل ستایش بود که همیشه منو به عنوان پسر خودش یا برادر خودش همیشه کمک میکرد و همیشه من میرفتم پلوش. و تو اون زمان من تابلو میفروختم و این تابلو روی دوشم بود، توی خیابون میرفتم و بیزینس خیلی خوبی هم بود، چون تابلو چیز ارزونی نبود. ولی یه موقعی من صبح 8 صبح بلند میشدم میرفتم توی خیابون، یه میدم مثلا ساعت 6 7 بعد از ظهر، 12 ساعت 13 ساعت بعد راه رفته بودم. یه قانونی هم برای خودم داشتم که تا فروش نکنم من غذا نمیخورم. این قانون من بود. این منو مجبور میکرد که 100% یه فروشی بکنم. یه روز پلی این وکیل داشتم صحبت میکردم، یه آقای اومد با موی بلند، یه سرخپوست بود و اونجا هم پر از این سرخپوست ها هستش و اومدش و به من گفت، خیلی لباس خیلی متشخصی پوشیده بود، به من گفت میدونی این کی هستش؟ میخوای داستانشو بدونیم؟ گفتم که 100% اینا مثلا سرخپوست هستن و توی اونجا. من توی ایده های خودم مثلا کسایی که رقص های گروهی میکنن، نمیدونم سرود میزنن، دود بلند میکنن، این برنامه ها. و گفتش که این شخص از یه جایی بود، تالامانکا، خیلی دور بود از مرکز شهر. میگفت این از اونجا این پیاده میومد، از مردم
گدایی میکرد برای غذا، برای خوراک، به خاطر اینکه 6 تا برادر دیگه داشت. میومد تا اینجا 3 روز 4 روز این راه میومد و چیزی که میتونست به دست بیاره میگرفت، 2 مرتبه برمیگشت که به اینا غذا بده. تا اینکه یک روز موقعی که اومده بود پلوی من، بر حسب اتفاق من دیدمش، بعدش گفت آره یه پولی چیزی به من بده. گفتم مگه تو نمیدونی که برای سرخپوستا یه حقوق ماهیانه براشون دولت مرتب داره میده؟ گفت حقوق چی؟ میگی یه حقوق به شما میدن، در عین حال در جایی که شما زندگی میکنی بهتون یه زمین بزرگی هم میدن. خلاصه این با ناباوری، ولی این شروع کرد کمک کردن بهش که بتونه به این چیزایی که میخواد دست پیدا بکنه و رفت و دید که فقط یه حقوق نمیگیره بلکه 11 تا حقوق میگیره. به خاطر خودش، بچه‌هایی که زیر سن بودن، پدر، مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ همه با این زندگی میکردن و این شخص تبدیل شد به یه آدمی که در حال حاضر میگفت این میره جاهای مختلف. اون موقع من ایماندار نبودم، نمیدونستم یه هم چیزایی رو. میگفت این از صبح تا شب کارش این هستش که میره شهادت میده در مورد این که در تاریک ترین لحظه های زندگی یه دفعه اون چیزی که ما شاید انتظارش نداشته باشیم اون موقع هستش که پیدا میشه در تاریک ترین لحظه زندگی. من اینجا دیدم در کتاب یوحنا، خیلی دیدم چه ارتباطی اینا به هم دیگه دارن. در کتاب یوحنا 24:12 میگه اگر دانه در زمین نیفتد و نمیرد تنها میماند، اما اگر بمیرد محصول فراوان به بار می آورد. خداوند هر کدوم از ماها رو به این دانه تشبیه میکنه. تا وقتی که ماها همه قدرت، همه اعتماد به نفس، همه چی متعلق به خودمون هستش، خودمون هستیم که میتونیم تمام مسائل رو حل بکنیم، خداوند کاری به کار ما نداره. اما موقعی که ما تصمیم میگیریم تبدیل بشیم به این دانه، وقتی این دانه در خاک میریزن، این دانه حتی سوال نمیکنه که چه خبر، چه اتفاقی برای من قراره بیفته. و در اون خاک تاریکی هست، در اون تاک مدت‌ها میبایستی در اونجا بمونه. با هم میخوایم مرتب زندگی که داریم همیشه در نور، همیشه در رشد، همیشه همه چی بتابه و خوب و خوش و صمیمانه باشه. اما کلام خداوند چیز دیگه ای میگه. میگه اگر تو میخوای محصول بدی، میبایستی قبل از هر چیزی میبایستی کاملا خودتو تسلیم بکنی. میبایستی خودتو تسلیم بکنی به من و من تو رو میبرم از وادی هایی که تاریک هستش و تمام عملیاتی که خداوند در زندگی ما انجام میده دقیقاً زمانی هستش که ما به تاریک ترین قسمت های زندگیمون میرسیم. موقعی که ما میبینیم که دیگه هیچ راه حلی برای زندگیمون وجود نداره، اون موقع هستش که از خودمون بیرون میایم و ببینیم یه قدرت دیگه‌ای در درون ما هستش و اون قدرت دیگه‌ای که در درون ما هستش این هستش که باعث میشه که خداوند با ما درگیر بشه در زندگی که ما داریم، در این زندگی که ما داریم به سر میبریم. در کتاب غلاطیان 7:6 میگه زیرا هرچه انسان بکارد همان را نیز درو خواهد کرد. یعنی از صبح که ما از خونه بیرون میایم، همون صبح وقتی که تمام زندگیمون رو، تمام این وجودمون رو ما میایم تقدیم میکنیم به خداوند. ما اگر یه دوستی میگفت اگر یه لیوان قهوه دستت باشه و داری راه میری و
یه دفعه میبینی که پاد لغزید یا هر چیزی، اون چیزی که روی زمین میریزه این چی هستش؟ آیا احتمال داره که از دست تو چایی بریزه؟ احتمال داره از دست تو آب پرتقال بریزه؟ احتمالش صفره. درون ما اون چیزی که در شرایط‌های مختلف توی زندگیمون، اون چیزی که از درون ما بیرون میادش، اون چیزی هستش که اساس و اسانس زندگی ما هستش و اون چیزی که ما میخوایم. موقعی که ما به بچه‌ای به دنیا میاد، ما به دستش نگاه میکنیم، ما میدونیم که یه بچه است. معمولا هم بچه‌ها دستاشون موقعی که به دنیا میاد جوری گرفته است، به خاطر اینکه هنوز فکر میکنن که با مادرشون هستن، هنوز تو اون رابطه هستن. ما همینجوری دستا رو نگاه میکنیم، بر اساس دست آدما ما میتونیم خیلی وقتا تخمین بزنیم سن و سال یک شخصی رو. یه دستی مال یه آدم مسن هست، یه دستی مال آدم جوان هست، یه دستی. اما چیزی که برای من همیشه قابل توجه بوده، چون همیشه میگن خداوند، دست خداوند میاد و تو رو نجات میده. همیشه این برای من سوال بود. میگفتم ما که میتونیم تخمین بزنیم دست آدم ها رو، بر اساس دستشون بفهمیم چه سن و سالی دارن، دست خداوند چی هستش؟ چجوری میتونیم قدرت و عظمت دست خداوند رو ما میتونیم محاسبه بکنیم و ببینیم؟ و در کتاب اشعیای نبی باب 40:12 میگه همه چیز در کف دست خداست. همه چیز در کف دست خداست. کیست که آبها را با کف دست خود پیموده، آسمانها را با وجب اندازه گرفته، خاک زمین را با پیمانه سنجیده، کوهها را با تراز و تپه ها را با میزان وزن کرده باشد. چیزی که کلام خدا میگه. من بر اساس این اومدم رفتم گفتم که فاصله زمین و ماه چقدر هستش؟ فاصله زمین و ماه 384,400 کیلومتر هستش. یعنی تقریبا 400,000 کیلومتر. از اینجا تا لس آنجلس تقریبا 400 کیلومتر 500 کیلومتر هستش. شما حساب بکن این فاصله‌ای که بین ماه و زمین هستش، و ماه و زمین چیزی هستش که ما میشناسیم، چون کلی سماوات، کلی کره‌های دیگه هستن که ما حتی ازشون خبر نداریم. من یادمه فکر کنم 1 سال پیش 2 سال پیش در اخبار میگفت دانشمندا این یونیورسی که ما به هر حال این جیمز وب که مرتب این عکس میگیره از تمام سماوات، این یونیورسی هستش که ما داریم. و این دانشمندا میگفتن یه یونیورسی هست قدیمی‌تر از این. اگر یک همچین چیزی که 100% هستش، یعنی اینکه دست خدا تا چقدر هستش. حالا چرا من اینقدر اصرار دارم روی دست خداوند؟ به خاطر اینکه 2 مرتبه در همون کتاب اشعیای نبی 84:8 میگه ما گل هستیم و تو کوزه‌گر ما هستی. تو ماها رو شکل میدی. دست تو ماها رو شکل میده. اگر خداوند این عظمت و این بزرگی درش هست، چه بخشی از زندگی ما، چه بخشی از وجود ما میتونه خارج از کنترل دست خداوند باشه؟ آیا دست خداوند قادر هستش این شفایی که ما انقدر دنبالش هستیم، قادر هست این شفا رو ما بده؟ خیلی وقتا
این شفا در زمانی که ما میخوایم انجام نمیشه، به خاطر اینکه خداوند کارهای دیگه با ما داره. میگه وقتی ما به مرحله در زندگی میرسیم که میبایستی به جای میرسیم که زانو میزنیم و دیگه به پایین نمیتونیم نگاه بکنیم، به خاطر اینکه دیگه پایین تر از جایی که ما هستیم دیگه هیچ چیزی نیستش. موقعی که از همه چی ما شکست میخوریم، ولی اونجا هستش که ما میبایستی این اعتماد رو به خداوندمون داشته باشیم. چجوری میتونیم اعتماد رو داشته باشیم؟ هفته قبل کسانی که نبودن واقعا یه موعظه خیلی زیبایی رو از دست دادن. موعظه بود در مورد چطور درخت همونطوری که درخت ریشه میکنه در زمین و باد میاد و طوفان میاد و میتونه مستقیم سر جای خودش واسه، همونطور میبایستی با ایمانمون طوری ریشه در زمین داشته باشیم که هیچ چیزی ما رو تکون نده. خیلی وقتا خود من موقعی که راه میرم، مثلا کسایی که منو نمیشناسن خیلی شما درد داری به من میگن، چون میگم من الان خیلی خوبم، به خاطر اینکه من ندیدن چند وقت پیش، من ندیدن پارسال، پیارسال، پس پیارسال، من ندیدن، من یه قدم نمیتونم بردارم. الان من راه، کسایی که بیرون میبینن میگن این تفلک چقدر رنج میکشه. اما در همون زمان چون من میدونستم که قدرت خدا انقدر بالا هست، عشق و محبت خدا انقدر بالا هست برای من، برای هر کدوم از کسانی که اینجا هستیم، که هر لحظه که بخواد میتونه منو شفا بده به طور کامل. منتها میگه قدرت من در ضعف شما پیدا میشه. موقعی که ما ضعف داریم تازه اونجا هستش که قدرت و عظمت خدا رو میتونیم در خودمون انعکاسشو ببینیم. میگه دست خدا حتی قادر هستش که زندگی ما رو شکل بده. هیچ مشکلی نیست که برای خدا غیر قابل تصور باشه. ماها وقتی که در زندگی برامون مشکلاتی پیش میاد، انقدر این مشکلات، حتی اگر ما برگردیم به گذشته نگاه بکنیم، میبینیم که در شرایطی بودیم که بسیار بسیار دشوار بوده، اما از اون شرایط ما گذر کردیم بدون اینکه حتی یه انگشتمون رو تکون بدیم، ولی فراموش میکنیم که یه همچی اتفاقی افتاده بوده. برای هر لحظه‌ای که اتفاق میفته 2 مرتبه خودمون رو میبازیم و فراموش میکنیم که اون خدایی که دیروز ما رو تونست نجات بده، اون خدایی که دیروز برای ما شفا آورد، اون خدا تغییر نکرده. اون خدا همونی که هست، همون اون خدا امروز هم با ما هستش. اما آیا این سوالی که همیشه برای من پیش میاد و این سوال برای شما مطرح میکنم این هستش که آیا ما حاضر هستیم به طور کامل زندگیمون رو تسلیم خداوند بکنیم؟ آیا ما حاضر هستیم به طور کامل تمام زندگی عزیزانمون رو ما تسلیم خداوند بکنیم؟ این تنها راهی هستش که ما میتونیم با این تسلیم شدن تمام زندگیمون رو تقدیم خداوند بکنیم. من یادمه در گروه هایی که من همیشه بودم، گروه های دعایی بودش و همیشه یک کلمه میگفتن. تمام کسانی که در این گروه شرکت میکردن، جدید بودن یا قدیم بودن، همشون آخرش همیشه یک چیز میگفتن یک روز من رسیدم به یه نتیجه‌ای، اومدم به خدا گفتم خدایا 40 ساله، بستگی به سن و سالشون، 40 سال، 50 سال، 30 سال، 30 ساله توی زندگی من تصمیم گرفتم که چی کار میباید بکنم، چی کار نباید بکنم. سعی کردم این مسئله رو حل بکنم، اون مسئله رو حل بکنم، ولی امروز من تصمیم گرفتم که تمام زندگیمو
تسلیم تو بکنم. از این به بعد تو زندگی بکن برای من. و میان تعریف میکنن با زن و بچهشون. زنی که تو اون زمان میگفته به هیچ وجهی من دیگه حاضر نیستم با این مرد زندگی بکنم، یا مردی که حاضر نبوده دیگه با این زن زندگی بکنه. دوتاشون اونجا نشستن با بچه ها و این اتفاق افتاده دقیقاً زمانی که اینا به طور کامل تسلیم کردن تمام زندگیشون رو به خداوند. من بخواستم یه دعایی بکنم اگر براتون امکان داره و میتونید تکرار بکنید بعد از من ممنون میشم. به احترام خداوند سرمون رو پایین بیاریم و تکرار بکنیم بعد از من. خداوندا امروز به پیشگاه تو میام، قلبم رو تقدیم تو میکنم. خداوندا امروز آزادانه عیسی مسیح رو به عنوان تنها نجات دهنده و آقای زندگی خودم قبول میکنم. خداوندا ازت میخوام هر چیزی که خوشحال نمیکنه تو رو از وجود و از زندگی من بردار، به اسم عیسی مسیح، آمین. ببخشید کم بود.